به نام خدا. با سلام، با قسمت سوم از فصل اول دوره آموزشی نتورک پلاس در خدمتتون هستم. همونطور که تو ویدیو قبلی خدمتتون عرض کردم، ما بر اساس این کتاب این ویدیوها رو تهیه و تدوین کردیم و سعی کردیم تا حد امکان مطالب کاربردی و اون چی که مورد نیاز شما تو دنیای واقعی هست رو برای شما ارائه کنیم. خب توی 2 ویدیو قبلی ما اومدیم صحبت از این کردیم که تعریف شبکه چیه و اجزای تشکیل دهنده شبکه رو به صورت نمادی گفتیم که هر آیکون و سیمبولی که شما میبینید نماد چه دیوایسی درون شبکه هست. بعد خدمت رو عرض کردیم که شبکه ما از لحاظ گستردگی جغرافیایی به 5 دسته تقسیم میشه که 2 دسته اول یعنی شبکه لن و ون رو براتون کامل توضیح دادیم و خدمتتون عرض کردم که باقی شبکه‌ها یعنی کن، من و پن بیشتر تعریف تئوری و آزمون سوالایی که ازش درون آزمون‌ها میاد شاید وسط مهم باشه و توی محیط واقعی کمتر دیده شده که به کار بیاد. خب من ویدیو سوم رو با این بحث براتون شروع میکنم که ما میخوایم ببینیم حالا از لحاظ توپولوژی شبکه ما به چند دسته تقسیم میشه. توپولوژی نحوه آرایش و چیدمان اجزای شبکه توی درون شبکه هستش که ما اینا رو به چه حالتهایی میتونیم قرار بدیم. خب کتابتون قبل از اینکه بیاد این توپولوژی ها رو توضیح بده یه توضیح درباره تفاوت توپولوژی فیزیکال و لاجیکال داده که من قبل از اینکه این توضیح رو بدم باید درباره توپولوژی استار براتون صحبت کنم تا بتونم این مقایسه رو براتون انجام بدم. اما از اونجا که کتاب شما قبل از این توضیحات اومده این توپولوژی ها رو با هم مقایسه کرده، من فعلا توی اسلایدم به ترتیب اینا رو قرار دادم ولی فعلا از این اسلاید میگذرم، توضیح سایر اسلاید ها رو میدم و مجددا برمیگردم به این اسلاید. خب اولین توپولوژی که ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم و اتفاقا قدیمی ترین توپولوژی ما هم هست، باس هست. توپولوژی باس همونطور که از اسمش مشخصه توی یک خط کامپیوترها به وسیله یک سیم با هم در ارتباط هستن که این سیم یک سیم کوآکسیاله که مغزی این سیم از جنس مس هست. این پی سی ها به وسیله کارت شبکه مخصوصی که خودشون دارن وصل می شدن به یک تی کانکتور که این تی کانکتورها به بستر ما که این کابل مسی بود، این کابل کوآکسیالمون وصل بود. این شبکه خیلی معایب زیادی داشت، برای همین خیلی زود از رده خارج شد. ولی ما برای اینکه یه اشاره کرده باشیم و شما اگر جایی مورد بحث قرار گرفت شما یه توضیحاتی رو دونسته باشین، در این حد بهتون بگم که این شبکه چون کامپیوترها همه به یک سیم وصلن، اگر یک جای این سیم قطع بشه کل شبکه قطع میشه و ارتباطی دیگه وجود نداره. مشکل دیگه این شبکه اینه که اگر فرض کنین 2 تا کامپیوتر همزمان بخوان ترافیک رد و بدل کنن توی شبکه، این ترافیک اصطلاحاً برخورد میکنه و باعث ایجاد مشکل میشه و این ارتباط مسلماً برقرار نمیشه.
یک نکته‌ای که توی کتاب توی شکل بهش اشاره نکرده اینه که این شبکه باز دو طرفش بسته است، یعنی در انتهای این شبکه یک وسیله به اسم ترمیناتور هست که انتهای شبکه رو مشخص میکنه و ترافیک زمانی که به انتهای شبکه میرسه جذب این ترمیناتور میشه و دیگه بازگشتی به درون شبکه نداره. مزیت این شبکه رو میتونیم بگیم که هزینهش خیلی کمه، چون مقدار سیمی که به کار میره نسبت به بقیه کمتره، دیوایس هایی که استفاده میشه و خب طبیعتا توپولوژی خیلی قدیمیه که از رده هم خارج شده. قبلا توی اگزم کد نامبرهای قبلی توضیحات درباره این توپولوژی زیاد گفته میشد، ولی اگه الان به کتاب‌های جدید نگاه کنیم با پیشرفت در واقع تکنولوژی از یک سری توضیحات و موشکافانه دیدن به این توپولوژی صرف نظر شده. اگر شما میخواین آزمون بین‌المللی بدیم فقط کافی به کتاب رجوع کنید، در همون حدی که کتاب درباره این توپولوژی صحبت کرده شما میتونید اطلاعات کسب کنید. توی این ویدیو من همینقدر کافی میدونم که شما در همین حد این مطالب رو بدونید برای محیط کاریتون کافیه، چون اصلا این توپولوژی کاربردی نداره تو محیط واقعی. توپولوژی بعدی توپولوژی رینگ هست که همونطور از اسمش مشخصه به صورت سیرکت و دایره‌ای. اگر به شکل سمت چپ نگاه کنید، حالا تو ادامه شکل سمت راست رو هم براتون توضیح میدم که توسعه یافته شکل سمت راست چپ هستش در واقع. خب توی فیگور 1.8 میبینیم که یک نمونی از رینگ توپولوژی هست. توی این شبکه یک دیتا در واقع یک ترافیک وقتی میخواد به از یک کلاینت به یک کلاینت دیگه برسه، تو مسیرش به همه کلاینت ها این ترافیک داده میشه و هر کلاینت نگاه میکنه آیا مقصدی که مد نظر خودش هست یا نه. اگه خودش نباشه اون ترافیک رو به کلاینت بعدی منتقل میکنه. در واقع این شبکه هر کلاینت نقش کارت شبکه هر کلاینت توی این توپولوژی نقش ریپیتر داره، یعنی ترافیک وقتی بهش میرسه در صورتی که برای خودش نبوده بدون هیچ کم و کاستی عیناً ترافیک رو انتقال میده. این شبکه مثل شبکه باز نیست که انتها داشته باشه و یه مسیر دایره‌ای شکل رو داره. مشکل این شبکه اینه که اگر قطعی تو هر جای این شبکه به وجود بیاد کل شبکه عملکردش مختل میشه و قطع میشه. من برای اینکه نشون بهتون بدم که عملکرد رینگ توپولوژی به چه صورته این رو در قالب یک فایل انیمیشن خدمتتون نشون میدم. خب همونطور که توی این شکل میبینید درون شبکه یک توکن در جریانه. این توکن هر کلاینتی که بخواد درون شبکه ترافیکی رو ارسال کنه این توکن رو در اختیار میگیره به این علت که بگه من الان در حال حاضر من میخوام ترافیک ارسال کنم و کسی دیگه ترافیک ارسال نکنه. مثل شبکه باز نشه که همزمان دو تا کلاینت با هم دیگه بخوان ترافیک ارسال کنن و باعث وجود تصادم بشه و شبکه به مشکل بر بخوره. البته تو همون شبکه باز هم بعداً استانداردهای اومد که وقتی یک کلاینت داره ترافیک ارسال میکنه سایر کلاینت ها توی مدت زمان مشخص در واقع شبکه رو شنود میکنن که هر موقع ترافیک انتقال یافت اینا توی صف قرار بگیرن و ترافیک خودشون رو انتقال بتونن بدن و به این صورت دیگه اون تصادمه به وجود نمیاد. توی شبکه رینگ این توکن میچرخه. کامپیوتر شماره 1 الان میخواد به کامپیوتر 4 اطلاعات بفرسته. تو مسیرش اول کامپیوتر 1 درخواست توکن میده، توکن رو میگیره، اطلاعاتش رو میفرسته. کامپیوتر 2 دریافت میکنه، میبینه مال خودش نیست، میده به کامپیوتر 3. کامپیوتر 3 میبینه مال خودش، میده به کامپیوتر 4. کامپیوتر 4 وقتی اطلاعات رو میگیره یک
تاییدیه به کامپیوتر یک میفرسته که من این اطلاعات رو دریافت کردم، که کامپیوتر یک مطمئن بشه اطلاعات رسیده و شبکه قطع نبوده. و همین صورت این توکن میچرخه و هر کلاینتی درخواست ارسال اطلاعات داشته باشه این توکن رو در اختیار میگیره. همونطور که تو شکل مشخصه اگر جایی از این شبکه قطع بشه کلاً شبکه ما با مشکل برمیخوره و باعث قطعی میشه. حالا میخوایم ببینیم که برای این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده. خب برای اینکه مشکل قطعی شبکه توی شبکه توپولوژی رینگ حل بشه اومدن دوال رینگ یعنی دوتاییش کردن. اینو در نظر گرفتم که در واقع اگر یکی از این رینگ ها قطع شد اون یکی رینگ وارد شبکه بشه و شبکه ما قطعی نداشته باشه که بر بستر فیبر نوری بوده. حالا بعدا توی دوره‌های سیسکو تو دوره CCNA وقتی که بخش ویلنینگ میرسیم من یک توضیح اونجا درباره این دوال رینگ که مربوط به اون بخش از ویلن ها میشه میدم، ولی همینقدر بدونین که به این دوال رینگ FTDI میگفتن که این هم مثل باس با وجود توپولوژی های بهتر بعد مدتی کنار رفت و کمتر بهش توجه شد. توپولوژی بعدی که توپولوژی محبوبی هست و امروزا تو شبکه‌های داخلی ما ازش زیاد استفاده میشه توپولوژی استاره. خب میبینید که به صورت یک ستاره همه اینا به یه دونه هاب وصل شده. حالا توی مرکز اینجا هاب گذاشته. حالا امروزه ما از سویچ استفاده میکنیم که عملکرد به مراتب بهتری از هاب داره. اگر نمادها رو یادتون باشه این نمادی که در مرکز شبکه استار الان تو شکل میبینید نماد هاب هست. خب خوبی این شبکه این بود که اگر یکی از این سیما قطع شه بقیه دارن کار خوش رو انجام میدن و تداخلی توی کار بقیه به وجود نمیاد. در صورتی کل شبکه قطع میشه که این هاب ما به مشکل بر بخوره و در این صورته که کل شبکه با قطعی مواجه میشه. حالا که ما استار رو بهتون گفتیم برمیگردیم به اسلاید اول که خدمتتون عرض کردم که کتابتون یه مقدار زودتر توضیح داده. ببینید ما الان سه تا توپولوژی رو گفتیم: باس، رینگ و استار. توی این بخش کتابتون به این قضیه اشاره کرده که شما شاید توی ظاهر که همونطور تو فیگور 4 میبینید یک توپولوژی استار ببینید، ولی ممکنه درون اون دیوایس که تو مرکز قرار داده ترافیک به نحوی حرکت کنه که عملکرد لاجیکال این رینگ باشه. برای همین به صرف این که یک توپولوژی ما فیزیکال هست دلیلی نمیشه ترافیک هم به اون نحو فیزیکالی که ما داریم میبینیم ارسال بشه. حالا این قضیه رو با یه مثال خدمتتون عرض میکنم که الان فیگور شماره 5 مثالی از رینگ بودنه که میبینید درونش همه بر بستر یک رینگ وصل هستن. حالا من اینو توی یک شکل براتون توضیح میدم که بیشتر این مطلب براتون جا بیفته. خب عزیزان ببینید این همون شکل هست که همه به صورت ستاره‌ای وصل شدن به یه دیوایس مرکزی. ترافیک درون این شبکه اگر دقت کنید مثل شبکه رینگ در حال حرکته. اگر خوب به حرکت درون این شکل نگاه کنید با وجودی که این به صورت استار وصله ولی ترافیک در عمل به صورت لاجیکال اگه نگاه کنید به صورت رینگ عمل میکنه که کتابتون توی این بخش بهش اشاره کرده که من لازم دونستم براتون بعد از اینکه سه تا توپولوژی اول رو گفتم یه توضیح بدم. خب توپولوژی بعدی ما هاب اند اسپوک است. ببینید اگر نمادها رو مجددا که من این همه بهشون تاکید داشتم واسه اینجا بود یادتون باشه، اینجا دیگه از نماد روتر مسیریاب استفاده کرده. این به این معنی است که این توپولوژی بین
شعب ما یا مراکزی که خارج از شبکه ما هستن راه اندازی میشه. حالا این مراکز میتونه نمایندگی شعب ما توی نقطه دیگه باشه. ما الان حدود 5 تا مسیریاب رو میبینیم که توی یک خط قرار دارن که به اینها میگن اسپوک و به اون مسیریابی که سمت چپ قرار داره بهش میگن هاب. این لینکی که از سمت روترهای فرض کنین شعب ما به سمت روتری که ما به هاب میشناسیمش کشیده شده ون لینکه. اگر توی ویدیوی شماره 1 یادتون باشه اجزای شبکه رو میگفتیم، این نماد ون لینکه، یعنی یه لینک ونه. خب این لینک رو در اختیار ما نیست، ما باید بریم اجاره کنیم و یک هزینه بابتش بدیم. ما علاقه‌مندیم که بین تمام شعبمون ارتباط برقرار کنیم، میریم یه لینک میگیریم، با یه ISP یا با یه مرکزی صحبت میکنیم، میگیم شما بیا یه مرکزیت داشته باش، من وقتی میخوام با تک تک شعبه هم ارتباط برقرار کنم میام از روتر شما استفاده میکنم و به تک تک مسیرهایی که شعبی که میخوام وصل میشم. مشکل این توپولوژی اینه که در صورتی که قسمت هاب که مسیریاب سمت چپ صفحه هستش از مسیر در واقع به هر دلیلی قطع بشه، کل ارتباط بین شعب ما قطع میشه. ولی در این حال توپولوژی ارزون قیمتیه از بابت تکنولوژیش میگم و استفاده میشه برای به عنوان یه سولوشنی که وجود داره. بعد از اون توپولوژی فول مش رو ما در نظر میگیریم که شکل سمت چپ صفحه فیگور 11 ما هست. توپولوژی فول مش به این صورت هست که ما به تمام شعب و مراکز و روترهایی که توی اون توپولوژیمون داریم حتما یه لینک مستقیم داریم. شما 2 تا روتر رو تو این شبکه، 2 تا مسیریاب رو تو شبکه در نظر بگیرین، هیچ 2 روتری نیستن که حتما به هم لینک مستقیم نداشته باشن، کاملا بین همه لینک مستقیم برقراره. خوبی این شبکه اینه که به محضی که یکی از لینک ها قطع بشه لینک جایگزین وجود داره و در واقع این شبکه نسبتاً خوبی هست واسه اینکه ما مطمئن باشیم سرویس دیمون با قطعی مواجه نخواهد شد. ولی در این حال شبکه گرون قیمتی هم هست. یه فرمولی هم تو کتابتون گفته، احتمالا تو آزمون ها ازتون بخوان، اینه که ما حالا بفهمیم تو این شبکه فول مش چند تا لینک ون نیاز داریم، میایم تعداد مسیریاب ها یا همون روترمون رو توی یه فرمول قرار میدیم که میگیم تعداد روتر ضرب میشه در پرانتز ما که داخل پرانتز ما هست تعداد روتر منهای 1 و کل این صورت قضیه تقسیم بر عدد 2 میشه. مثلا اینجا 5 تا هست، 5 ضرب در 4 میشه و تقسیم بر 2 که 10 عدد میشه. توپولوژی بعدی توپولوژی پارشال مش هست که تو فیگور 12 میبینید. این توپولوژی ترکیبی از هاب اند اسپوک و فول مش هست. ببینید شما جاهایی رو میبینید که ارتباطش الان همونطور که تو شکل میبینید به صورت هاب اند اسپوک هست. مثلا 2 تا مسیریاب پایینی برای اینکه با هم ارتباط برقرار داشته باشن باید برن به مسیر دیگه و از اون طریق به هم دیگه اتصال پیدا کنن و هیچ لینک مستقیم بینش نیست. ولی ما اینجا مسیریابی هم داریم که کاملا لینک مستقیم هست. این کاربردش جایی هست که شما توی هزینه‌هاتون، توی طراحیتون نیازی نمیبینین که یک لینک پرسرعت و خوب رو مثلا بین 2 تا شعبه یا 2 تا مرکز قرار بدین. شاید اینا ارتباطشون خیلی به ندرت و کم هست. شما این ارتباطشون رو میایین به صورت هاب اند اسپوک را میندازین که
لزوما نیاز نیست اینا همش زیاد با هم ارتباط باشن، ولی مراکزی که حتما باید با هم در ارتباط باشن و میایین با هم دیگه لینک مستقیم براشون میکشین و بیشتر در همین حد کاربرد داره. خب توپولوژی ها رو خدمتتون عرض کردیم، به پایان این ویدیو رسیدیم. توی ویدیو بعدی میخوایم شبکه رو از این منظر تقسیم بندی کنیم که محل قرارگیری منابع ما به چه صورت هست. این ویدیو سوم ما بود و ویدیو بعدی که شما میبینید ویدیو پایانی ما هست، ویدیو چهارم ما هست و بعد از ویدیو چهارم فصل اول چپتر 1 کتابتون به پایان خواهد رسید.